سلام عزیزای دلم، بریم سراغ آمار و احتمال. شروع از اول کتاب. بریم حال کنیم با سوال 2. آقا چرا با سوال 2 شروع شد آمار و احتمال؟ چون بچه سوال 1 تو کتاب ریاضی و آمار 2 انسانی درس داده شد. چون کتاب دقیقاً مطالبش یکسانه، من در پست اول ریاضی و آمار 2 انسانی سوال 1 رو حل کردم. الان شما برید اونو نگاه کنید، بعدش بیاید سراغ سوال 2. دوستتون دارم. در مورد و خواهیم صحبت کنیم. و یا ترکیب عطفی. و رو اینجوری نشون میدن تو ریاضی. و اگه یادتون باشه تو پست اول نگاه کنید، این یا بود، این و خب آقا اگه من 2 تا گزاره داشته باشم مثل پی و کیو، وشون چی میشه؟ من اگه بخوام این 2 تا گزاره رو و کنم چی میشه؟ خب 2 تا گزاره 4 تا حالت داره دیگه. یا جفتش درسته، یا جفتش نادرسته، یا اولی درست دومی نادرست، یا اولی نادرست دومی درست. یعنی در کل د دنه نده و ننه. اگه بخوام و رو مفهومی بهتون توضیح بدم، خب با 2 تا توضیح براتون روشن میکنم. توضیح اولم مثلا میخوام اینو بهتون بگم. اگر مدرسه اولیای شما رو بخواد دعوت کنه و بگه مثلا امیر سینا عزیز دلم اسکول خر، برو هم پدر و هم مادرتو بیار. خب اگر که درست، یعنی جفتشونو بیاره، مدرسه میگه دمت گرم کار درستی کردی، من گفتم پدر و مادرت بیان، پس جفتش درست میشه. اما تو فقط مثلا فرض کنید پدر رو ببری مادر نبری، مدرسه چی میگیره؟ ایراد میگیره، میگه و جفتشونو بیار، تو غلط میکنی یکیشونو آوردی. اگه مثلا پدر رو نیاری مادر رو بیاری، بازم ازت ایراد میگیره. اگه جفتشون نبری که دیگه کونت پاره است دیگه. جفتشون رو نبری که میشه نادرست دیگه. این که خیلی واضحه. حالا این توضیح اولش، اینجوری میتونی برای خودت مفهوم یاد بگیری. توضیح دوم این که معلومه دیگه، نکن تو وقتی میگه و الزامن جفتش باید انجام بشه، چون میگه و یعنی همزمان جفتش باید انجام بشه تا کار در بیاد. یعنی وقتی جفتش درست باشه ما کارمون انجام شده است، درسته. بقیه حالتا چیه؟ خب طبیعتا نادرسته. خب اما کسچرش چجوری میشه؟ اینجوری میشه که میگه که و همیشه غلط به غیر از جفت درست، و همیشه غلط به غیر از جفت درست، و همیشه غلط به غیر از جفت درست، و همیشه غلط به غیر از جفت درست. اگه یادتون باشه کسچر یا چی بود؟ میگفتیم یا همیشه درست به غیر از جفت نه. این توی پست اولیه. در هر حالت اسمشو گذاشتم چی؟ کسچر. حالا ما توی کلاس مثلا میخونیم که کلاسای دیگه گوش کنن. اصلش مفهومیه که خدمت توضیح دادم. پس و همیشه غلط به غیر از جفت درست، یعنی تو و همیشه ذهن تو نه بچرخه مگر اینکه جفتش درست باشه. خب بریم سراغ مثال میگه که ارزش گزارهای زیر رو مشخص کنید. مثلا میگه رادیکال 2 عددی گویا و رادیکال 7 عددی گنگ است. حالا مهم نیست کدومو پی بنامیم کدومو کیو. مثلا من اولی رو پی مینامم، دومی رو کیو، پس پی و کیو رو مشخص میکنم. خب رادیکال 2 گویاه، آخه کس خود. رادیکال 2 گویاه، پس چیه؟ پی نادرسته. رادیکال 7 گنگه. بله رادیکال 7 گنگه، درسته. میگه اینا رو چیکار کن؟ اینا رو و کن. و همیشه غلط به غیر از جفت درست. پس همیشه خدا چیه؟ غلطه مگر اینکه جفتش دال باشه. وقتی میگه و یعنی باید جفتش درست باشه تا درست باشه دیگه. خب خیلی واضحه. مثال دوم میگه که 7/4 بزرگتر از 5/3 و 4/16 مساوی 1/4. خب خیلی ها اینقدر کسخلن دور از جون شما که هنوز نمیدونن این درسته یا غلطه. حالا ما اسمشو مینامیم پی.
برای اینکه اصلا بفهمیم این درسته یا غلط برمیگردیم به دوم ابتدایی، اینا رو هم مخرج میکنیم. یعنی این ضرب در 4 میشه، اینم ضرب در 4 میشه، این میشه 20/12. برعکس این ضرب در 3 میشه، اینم ضرب در 3 میشه، این میشه 21/12. و طبیعتا 21/12 از 20/12 بزرگتره. پس پی من چیه؟ درسته. بریم سراغ و 4/16 1/4. آره دیگه 4/16 دیگه عمه منم میدونن 1/16. پس کیو منم چیه؟ درسته. میگه این دوتا رو چیکار کن؟ و همیشه غلطه، به غیر از جفتشون درست باشه کار در میاد. بریم سراغ مثال 3. میگه -5 بزرگتر از -3 و 5 بزرگتر از 3. این سری من دلم خواست اینو پی بنامم. بچه ها پی من 5 بزرگتر از 3. بله همه میدونن. اما کسخل -5 بزرگتر از -3. کسخل -5 اون عقبتره، اون ته. کسخل -5 کوچیکتره. پس کیو من چیه؟ نادرسته. پس چی میشه؟ نادرست. باید جفتش درست باشه تا کار در بیاد توی چی؟ توی و. بنابراین این چیه؟ نادرسته. اما تمرین بیشتر رو با جوابش گذاشتم که شما خودتون استفاده کنید. دوستتون دارم.